حضرت موسی فکر کنم اولین باری که بهش وحی شده بود به خدا میگه که ارنی، میگه خودتو من نشون بده. موسی میگه و خدا میگه لن ترانی، میگه هرگز نخواهی دید. که بعد سعدی اومد توی که از شعراش گفت چو رسی به طور سینا ارنی مگو بگذر که نیرزد این تمنا به جواب لن ترانی. حافظ اومد یه بیت به سعدی داد، گفتش که چو رسی به طور سینا ارنی بگو و بگذر، جواب دوست بشنو نه جواب لن ترانی. تو بسپر خودت میدونی نه و آرشو ولش کن، حتی نشم قشنگه نه قشنگه حرف نبود. بعد مولانا میاد دیسفک عجیب غریب میده، میگه ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد تو که با منی همیشه، چه ترا چه لن ترانی. یا دیگه همین جایی دیگه من